روز 4 август وزارت مدافع روسیه خبر داد که سر از دوشنبه 2 август در قلمرو ازبکستان تمرین مشترک سربازان ازبکستان و روسیه جریان دارد. وزارت مدافع روسیه نوار تمرین سربازان دو کشور در رزمایشگاه ترمیز ولایت سرخاندریای ازبکستان را که هممرز با افغانستان است نشر کرد. روسیه و ازبکستان خوف دارند که ناآرامی‌های اخیر افغانستان امکان دارد به کشورهای آسیای مرکزی هم تأثیر گذارد. به قول روسیه در تمرین 5 روزه تا 1500 افسر و سرباز دو کشور اشتراک خواهند کرد. همچون نشان تشویش جدی مسکو از تحولات اخیر افغانستان، وزارت مدافع روسیه ابراز داشته است که به تمرین مشترک تاجیکستان و ازبکستان و روسیه که روز 5 август در رزمایشگاه حرب میدان واقع در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان آغاز می‌یابد، شماره بیشتری افسر و سربازانش را می‌فرستد. روز 2 август واحدهای نظامی ازبکستان برای شرکت در این تمرین وارد خاک تاجیکستان شدند. با شروع بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان در ماه می سال روان، وضع امنیتی افغانستان وخیم شده است و کشورهای منطقه از آن نگرانند که شاید موج پناهجویان عازم کشورهای آسیای مرکزی شود. روز دوشنبه وزارت مدافع روسیه گفت که برای شرکت در تمرین نظامی تاجیکستان نه 1000 طور قبلا اعلان کرده بود، بلکه 1800 نظامیش را سفربر خواهد کرد و جمعاً شمار اشتراکچیان تمرین به 2500 نفر می رسد. مسکو علاوه کرد که در تمرین 420 جهاز و مهمات جنگی استفاده می شود که نظر به رقم ابتدایی 2 برابر بیشتر است. وزارت مدافع تاجیکستان گفته است که در تمرین مشترک بیش از 300 تکنیک زره پوش، توپخانه، 25 چرخبال جنگی و نقلیاتی و شمار معینی هواپیماهای جنگی شرکت می کنند. وزارت مدافع تاجیکستان تاکید کرده است که هدف از تمرین مشترک سه کشور تفتیش آمادگی جنگی واحدهای نظامی در شرایط ناآرامی مرزی دولتی می باشد.